بینندگان عزیز سلام، شالای گلخوجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیمتان میکنم. نخست توجه کنید به موضوع امروز 8 январ. لیمیت برق در زمستان سرد بازار تجارتی انگشتوی زوم را در ولایت سوخت گرم کرد و نرخ مواد سوخت را بالا برد. kömür zeda soxi non xirime یا kömür xirime. در این مسجدها کی باز می شوند؟ وزارت شهر نمیدید، مفتی خبر ندارد، ساکنان پاسخ می خواهند. روی ما میخواهیم که ما خونه نماز خونه. آیا اشاره به پرزیدنت بود؟ در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان لوحه سه پخند را از صحنه محروم کردند. در تاجیکستان 3 روز به این طرف رسما در انتقال نیروی برق به ساکنان محدودیت جاری شده است. لیمیت امساله با سردی شدید در کشور راست آمد و طلبات را به هیزم و انگشت بیشتر کرد. با استفاده از فرصت نرخ این نوع مواد سوخت نیز بالا رفته است. فرزان محمد در این باره از ولایت سوخت گزارش می‌دهد. در اوج سرمای زمستان جاری شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در نواحی تاجیکستان ساکنان را به در دکان‌های فروش انگشت جمع آورده است. زیاد شدن طلبات به انگشت در شمال کشور سبب بالا رفتن نرخ آن شده است. 8 январ در بسیاری نقطه‌های فروش انگشت 1 کیلوگرم آن تا مرز 2 سامانی می رسید، در حالی که چند روز پیش به گفته ساکنان به مراتب ارزان‌تر بود. 80 درهم بود، 1 سامان شد، 1 یک 20 شد. این حوزه من شب اونده گرفتم 180، این شب 190. یعنی خیلی گم کس نظارت نیست، نرخ نظارت. تاجران مواد سوخت در ناحیه باباجان غفوروف میگویند این انگشت را از قرقیزستان از دست دوم و سوم میگیرند و نرخ آن به عامل‌های گوناگون و مثل قرب سامانی، کم شدن واردات و پست بودن صفت انگشت داخلی بستگی دارد. حالا ارزش 1 کیلو انگشت استحصال خودی تا 1 سامانی است و طبق حساب‌های کمیته آمار تاجیکستان در سال 2020 نرخ انگشت نزدیک 13% بالا رفته است. نظر به وای سال چقدر نرخش قیمت شده این کومره؟ 30 درهم 40 درهم که نشده. وای سال نگاه کردن. همین سببش چی میگن قیمتشه؟ میدونم ما آورده میتونم میفروشیم، ما خورده. 5 درهم اونو میفروشیم. ماه январи سال 2017 مقامات انرژی تاجیکستان اعلام کرده بودند که تولید نیروی برق در کشور به حجم کافی رسیده است و از این به بعد جاری کردن محدودیت برق یا لیمیت در کشور مال تاریخ می شود. اما زمستان امسال بازگشت لیمیت ساکنان را غافلگیر کرد و چون آمادگیش را نداشتند به بودجه خانواده ها ضربه زد. یک قبرغه میمونی مثلا قبرغه 1 ساعت 2 کیلووات میزنه. بله 2 کیلووات 50 درهم. باید گاه کار میکنه، گاه کار نمیکنه. دام گفته کار میکنه. یک روز ما به 10 سامان زند، پوس هیچی میتیم پلیس ویچه. این یک شب 50 سامان. خب kömür زدا سخی. نون خریم یا kömür خریم می؟ در دهات تاجیکستان ساکنان برای کم خرج بودن با وجود داشتن برق هم منزل‌هایشان را اساساً با بخاری‌ها یا صندلی‌های بابایی گرم می‌کنند. حالا آنها از آن نگرانند که با افزودن طلبات به گرمی هیزم و تپک نیز کمیافت و قیمت می شود. شو چالما گفتگی وای های اینی گو وایش گو میزنه که بخور تپک میکنن سود میگیرن کومور اکوی سود بریم کم ماین پیشکه میمونیم سرخ میشد و سیو سر میگیرند. شرکت برق تاجیک روز 5 январ شروع لیمیت برق را در نواحی کشور از ساعت 11 شب تا 6 بامداد اعلام کرد، ولی سنه ختم آن را نگفته است. تنها اشاره شد که زیاد گردیدن سطح آب در مجرای دریای وخش و ذخیره آب انبار نارک می تواند این محدودیت را بیکار کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
оятулло али хоманаи раҳбари олии эрон эълон кард кишвараш хариди ваксинаҳои офаридаи амрикову британия ба зидди коронавирусро манъ мекунад, чун ба ҳардуи онҳо бовар надорад. ӯ дар як суханронӣ ки дар телевизион рӯзи 8 январ намоиш додан гуфт, воридоти ваксинаҳои амрико ва британия ба кишвар мамнӯъ аст. ман инро ба мақомот гуфтам ва ҳоло ошкоро мегӯям. ширкатҳои амрикои Pfizer ва Moderna ва ширкати бритониёи AstraZeneca ба зидди COVID-19 ваксина офариданд. چین و روسیه نیست. آیت‌الله خامنه‌ای گفت واقعا من به آمریکا و بریتانیا باور ندارم چون آنها گاهی می‌خواهند واکسینه هایشان را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. ایران نظر به هر کشور دیگری خاورمیانه از کرونا ویروس نو آسیب زیادتر دیده است. در اینجا به گفته مقامات ویروس به 1,200,000 نفر سرایت کرده 65,000 کسی دیگر را به هلاکت رسانده است. در حالی که مقامات بهداشتی تاجیکستان تا یک هفته بار سوم است از ثبت نشدن گرفتاری ساکنان به بیماری کووید 19 خبر میدهند، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره باز نشدن در این مسجدها سوال میگذارند. از جمله کاربران رادیوی آزادی هم زیاد میخواهند بدانند که کی مقامات تاجیک اجازه نمازگزاری در عبادتگاه‌ها را برایشان میدهند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله تلاش کردند به این پرسش‌ها پاسخ بگیرند. масҷидҳои тоҷикистон 10 моҳ ба ин тараф бастаанд. дар ин муддат бештари маҳдудиятҳои ҷоришуда ба хотири пешгирӣ аз коронавируси нав бардошта шуданд. намояндагони кумитаи дини тоҷикистон дар робита ба кушодашавии масҷидҳо гуфтанд, посухи вазорати тандурустӣ ва ё ситори ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19-ро мунтазиранд. аммо дар вазорати тандурустӣ касе ҳозир нашуд ин мавзӯъро шарҳ диҳад. дар ин ниҳод аз мо мактуби расмӣ дархост намуданд. охири моҳи сентябр мақомоти беҳдоштӣ гуфта буданд, ки бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 дар миёни калонсолҳо наметавонанд бо фаъолияти масоҷид иҷозат диҳанд. мақомот 10 моҳ пеш дар шабу рӯзе ибодатхонаҳоро бастанд, ки нигарониҳо аз афзоиши бемории ҳамагир дар ҷомеа зиёд буд. дар ҳоле ки бисёре аз маҳдудиятҳои вобаста бо коронавируси нав дар тоҷикистон бардошта шудаанд, сокинонро баста мондани масҷидҳо нигарон кардааст. هر که طبیب خودش احتیاط میکنه. همین نقاب که میدونه میبره میخونه 5 وقت میخیزه میره. برای راست که پام نشده است ما در خدا باشه مثلا باروزگی پروردگار اینا چیزا محرویه ما میخوایم که ما خونه نماز خونه مثلا باید که تازگی باید باشه وقتی که مثلا نماز میبیا آدم پاکپای با طورت. масҷидҳо дар тоҷикистон яке аз маконҳои асосии таҷаммӯъ ба шумор мераванд ва дар рӯзҳои ҷумъа дар ин ҷо издиҳоми бузурге ҷамъ мешавад. баъзе коршиносони умури дин ин шабу рӯз кушодани дари масҷидҳоро лозим медонанд, вале таъкид мекунанд, ки ин амал бо муҳайё намудани шароит дар масҷидҳо, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва баъзе маҳдудиятҳо ҷорӣ шавад. дар ҳамин масҷидҳо бояд ки вентилятсия гардиш ҳаво бисёр дуруст бошад. ман ҳоло дар тоҷикистон надидем ки ҳамон вентилятсия ё гардиши ҳаво дуруст бошад дар мо нест. хуб шояд ки оҳиста боз кардан лозим аст, аммо масалан гуфтам мумкин аст ки мардуме ки то 40 аввал равад, масалан аз 20 то 40 масалан баъд масалан зиёдтар бубинем чӣ тавр ин чизҳо риоя мешаванд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд, иҷрои чунин амал дар кишвар мушкил аст. бархе аз масъулини кумитаи дин мегӯянд, бахусус дар намози ҷумъа риояи фосилаи иҷтимоӣ номумкин аст. бори дуввум аст ки намозгузории дастаҷамъӣ дар масҷиду ҷамоатхонаҳои тоҷикистон манъ мешавад. бори аввал дар моҳи март ибодатхонаҳо барои 2 ҳафта баста шуда буд.
بینندگان عزیز، صبح شنبه برنامه نوبتی گپی آزاد از رادیو آزادی تقدیم شما می شود و صحبت جالبی درباره دعوت مخالفان و پیروانشان به تاجیکستان داریم. در برنامه شراف‌الدین گدویف رئیس حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیمов سیاستشناس و دکتر علمی حقوق مهمان هستند. حالا پاره از آن را همراه می بینیم. دعوت برای بازگشت به تاجیکستان به اصطلاح چه معنی دارد؟ حکومت وقتی آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوس گرداندن فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمیشد هیچ وقت نیاز پیدا نمیکرد که یک نفر را برای پول، یک نفر را برای کدام وعده ها به تاجیکستان برگرداند. باید به یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی موردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد. اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و هر شهروند میتوانست فعالیت سیاسی خودش را در تاجیکستان ادامه دهد، من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم. یادآور میشوم برنامه ساعت 12:30 به وقت دوشنبه و ساعت 9:30 به وقت مسکو نشر می شود و شما می توانید در کانال آزادی ویدیو تماشا کنید. در قرغیزستان در پیشرو انتخابات پرزیدنتی که 2 январ برگزار می‌گردد نمایشی هجویه را منع کردند. کمیته دولتی امنیت ملی در این لوحه که 3 محبوس برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی زبان نمی‌یابند قاعده ویرانکنی را آشکار کرده است. چون این برخورد به طنز مایه ناراحتی هنرمندان و بعضی از جامعه شناسان شده است. تفصیلات در گزارش نوبتی. رحمان رازقوف حجم‌نگاری معروف در قرغیزستان است. او سالهای طولانی در صحنه طنز است. این دفعه لوحه با نام 3 پدر و یا 3 پخن برایش مشکل ایجاد کرد. در این صحنه هجوی 3 محبوس بحث میکنند که کدام از آنها سزاوار مقام پرزیدنتی است. مرا لامپوچکا میگویند ولی من پروژکتور هستم. بسیاری ها بعد تماشای این صحنه درک کردند که اشاره حجم‌نگاران به نامزد به مقام پرزیدنتی صادر جعپروف است. با این وجود هنرمندان را خدمات مخصوص برای بازپرسی دعوت کرده و آنها را به ترغیبات مقابل متهم نمودند. ما را رهبری خدمات مخصوص دعوت کرده گفت که ما قانون را ویران کردیم. طبق قانون شوخی کردن و یا استفاده نمودن از کلمه هایی که نامزدان گفتن ممکن نبوده است. چون این حرفا باعث خشم حجم‌نگار شده باشد هم به هر حال او تصمیم گرفت که به حرف خدمات مخصوص گوش بدهد. در خدمات امنیت از شرح این موضوع خودداری نکردند ولی توضیح هم ندادند که در این صحنه برایشان چی پسند نآمده است. به گفته کارشناسی وسایل اخبار عامه بگیم حسینووا حجم‌نگاران در قرغیزستان منتظم مورد حمله قرار میگیرند. این همه از آن سبب است که در بین سیاستمداران و چهره‌های مشهوری که آنها شوخی میکنند آدمانی دست دراز زیادند و در این حالت خدمات مخفی نیز تصمیم گرفتند که در حمایه یکی از نامزدها غیرتی از حد زیاد نشان دهند. برای ما به این هم زندگی کردن مشکل است. برای علاوه اجازت شوخی کردن را هم نمیدهند. حجو یک وسیله است توسط آن ما با بی‌عدالتی ها و رویدادهای حیرت انگیز مراسم میکنیم. تنها با شرافت حجو ما میتوانیم نجات یابیم. حالا حجم‌نگاران برنامه‌های هنریشان را در کشور ادامه میدهند ولی با وجود آنکه صحنه جنجالی را از برآمدهایشان قیچی کردند در شهر جلال آباد برایشان اجازت هنرنمایی را ندادند. تشکیل کنندگان محلی گفتند نمیخواهند به مشکل گرفتار شوند. در پی به جاری افتادن ماشینی در ناحیه عینی ولایت سوخت 5 نفر از جمله یک کودک 7 ساله جان باخته است. یک نفر دیگر مجروح شده است. مقامات گفتند حادثه شب 7 январ رخ داد. ففتیدگان ساکنان ناحیه دیوشتیچ و خیش و تبور بودند. دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که ماشین اوپل استرا که از جانب ساکن 62 ساله دیوشتیچ اجاره میشد در موضع زیمرغ ناحیه عینی به جاری 400 متر سر و زیر گشت. با اطلاع منبع ماموران نجات به جای حادثه رفته جسدها را بیرون آوردند.
با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای یکایک شما که با ما همراه بودید. تا صحبت بعدی میتونید زیر نشانی www.ozodin.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و البته همه روزه نوارهای جالب در آزادی ویدیو در کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان در 2 روز آینده عزیزان استراحتی با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان تا ملاقات نو در هفته دیگر.